امروز قراره بریم دوباره سراغ سری ماینکرافتمون. قراره بریم دوباره تو سری ماینکرافتمون ببینیم کی به چیه کی به کیه و اگه بتونیم بریم و دایمند های بیشتری پیدا کنیم. و حرفم توجه کنید، دایمند های بیشتری پیدا کنیم. من میخوام خونه‌مون رو بهتون نشون بدم. یه چست روم درست کردیم و اینا که خیلی نظر من چست روم خوشگلی بشه. حالا قرار چست رومون رو درست کنیم امروز و بریم ببینیم چه کارا میتونیم انجام بدیم دیگه. ولی تو خوابم داشتم واقعا درگیر این بودم که اینجا رو چیکار کنم. اول از همه توتی اینجا ساختیم، اسمشو میذارم رادوین. تو رادوین رامتین اسم اینم میذاریم جعفر جون. بریم شبک. الان همه تغییرات رو بهتون میگم. بذار ببینم دکمه ضبط هست یا نه. بذار بخوابیم. مال خوابیدم. ببین بچه من رفتم اینچنت کردم اینمو. یعنی رفتم کتاب پیدا کردم، اسم کتاب رو یاد نمیاد. رفتم اینچنتش کردم و خیلی خفن شده، یعنی خیلی خوشگل شده. اینجا تصمیم گرفتم بکنم آشپزخونه. 2 تا اینا توی ویلیج کش رفتم، 4 تا از اینا رو که راحت میشه ساخت و اینا هم که فرنیسن دیگه. همه اینا از ویلیج اومده، یعنی همشون. اینا رو دیگه رفتم خودم رو ساختم. کلنگم بدبخت شد تا تونستم کلی آهن جمع کنم. یک استک و نیم آهن. الان منطقه براتون میارم. الان ایراد این از کجا داری این منطقه برام میاری؟ الان منطقه براتون میارم که دیگه باورتون بشه. کلنگم این که جورش صفره. نگاه کنید ما میریم پایین 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 پایین. این قسمت دوباره میریم پایین 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 پایین. این قسمت میریم پایین 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 پایین. مس پیدا کردیم این قسمت. و اینجا یه غار پیدا کردیم. حالا این قسمت میخوایم بریم تو این غار. بعد توی پله که داشتم میرفتم همینجور آهن طلا. بعدش یه بار دیگه اینجوری میریم پایین. دوباره یه بار دیگه وایسا فعلا من اینو برم پایین. یه بار دیگه میریم. آها خب حالا یه بار دیگه از این قسمت میریم پایین، یعنی در اون حد. ناکو یه بار دیگه از همین قسمت دوباره میریم پایین. دوباره همین جوری میبینی ها. بعد به من میگه چیت میزنی کریتیو کرده. لولم 30 بودم شده 28. خب بچه اول از تغییرات یکم خونه‌مون رو ارتقا بدیم، چون که ما به احتمال خیلی زیاد وقتی ماینکرافت هم تموم بشه بازم میخوایم چیز کنیم. بنده تنها بمیر. من فقط توتی خودم زنده باشه. خوب که دانا هم اینجا هست. او راستی یادم رفت اینجا رو بهتون شدم. اینجا واقعا جای خوشگلیه. او مای گاد. بکنم یکم بدش کرد. هم از آره شد 58. اوکی. رنگ قهوه‌ای هم اینجا داریم راستی، یادم نبود. حالا رنگ قهوه‌ای هم استفاده می‌کنیم. اینجا فقط تو ببین نظاره کن. ای جان من. اونجا هم خونه درختی مونه که امروز ما میخوایم خونه درختی رو اول روزه برای چست بذاریم. چون ما اصلا برای چست اومدیم این خونه درختی رو ساختیم. چست این آهن یکی جمع کردم و اینم طلا. الان نپختمش چوب چون نداریم خیلی. راستی چوب اصلا دارم بچه. یه ثانیه من الان میام. بچه نگید اینا رو رفتی کریتیو کردی. این چوبا رو جلو خودتون جمع کردم. ویدیو قبلی دیدید این چوبا رو جلو خودتون جمع کردم. آره خب رکوردیم. بله خب دیگه به چیزی فکر نمی‌کنم شروعشیم. یک دونه اینا 2 قالی
ما امروز بخوایم با چیزهایی که جمع کردیم، خب با دایموند هایی که جمع کردیم این وسیله بسازیم. خب ما 15 تا دایموند داشتیم. آره 15 تا یه دایموند داشتیم که ما میخوایم 5 تا همش برداریم. همین 9 تا کافیه. 9 تا. من جهنم و ضرر مثلا زندگیم ضرر باشه. دیگه فقط یه دونه دایموند داریم دیگه. چند تا 4 تا دایموند هست. یعنی چی؟ اوکی این هم هست. دبر ای جان من. خیلی خوب برید وسایل قدیمی. این تبره بذار باش. خیلی خوب بریم. چون نظرتونه من پورت بعدی میگه میترسم، چون که این چندی هیچی ندارم، فقط به اینه. این چندتایی که دارم فقط همین. این به خدا اسکلتون منو بزنم، من تو لاوا بیفتم این اتفاقات بیفته. بریم. من نمیفتم من ولی خب من زنم بگردم. بچه یکم ماین میکنیم، واقعا ترسه. همه اینا ترسه. 3 2 1. وای خدایا. او راستی ما اینا میخوایم. خب بچه ما یه پارت دیگه میایم اینجا ماین کنیم، چون که من الان خیلی میدردم با وسایل دایمندی بیام اینجا ماین کنم. غلط کردم. ببینیم همون خونه‌مون رو بسازیم. غلط کردم. من باید یه نفر بیارم، اون یه نفر بیاد اینجا ماین کنه. اصلا نمیتونم. به خدا اسکلتون منو بزنه. به خدا از کامیونیتی یوتیوب کلا خداحافظی میکنم من. آخه الان لا هستم. آخه ببین الان من بمیرم جونت پرشه کسافت. جونت پرشه. وای خیلی یه ثانیه به هم قاسم قاری که رفتیم و بهتون داشته بودم. قاری که من رفت برو. بسیار میگه چرا مثلا 2 تا علت داشت. من میتونستم میمردم. خب مثلا یکی اونجا بود که مثلا من میمردم وسایلش رو شاید من مثلا میداد. ولی الان واقعا استرس داشتم. مثلا از خونم دور بود و اینا. فکرم یه لحظه فکر کنی خونه تو گم کردی. واقعا که واقعا ممکنه خونه تو گم کرده باشم. رامتین واقعا خطرناک بود. شخص نرو. اسمت مثل فینیکس تیلا خیلی بود. اسمت بودیه فینیکس تیلا. رامین که برای یکی بود. جایی که میشه ما باید چسب بسازیم.
خوردیم. مرسی که تو این مدت ما هم بودید. بای بای. 16 تاشو میسازیم. این دیسکا میشه ساخت. من نمیخوام بسازم، میسازم. اوکی، اون زرد شده باشه بگید آقا رادی نه همه اینا رو گریدیو گردن. همه اینا رو یادم قشنگ ویلیج همه اینا همه‌شون ویلیجه. اوکی اون 16 قرار بود 16 تا باشه. قرار بود تو کسی با هم میاد ماینکرافت من بیت کنم اینجا همینجور باشه. من میخوام فقط همینجور اینجا باشه. یا مردم یا دوستاز باشه یکم. آره باشه بریم خونه همون رو تک میکنیم. بابا اون خونه چیزا رو تک میکنیم. راستی اینجا گاو هم داریم. گاو اینجا هم گاو داریم. گاو سلاب گاو. میگن این بهترین اینه که شاطبایده قبلی میده. من تو بهش جای نمایده از این اتفاق یه روزی حالا من نمیدونم یک روزی آپگرید خیلی فراوان بکنم. الان اینجا شد چسروم. یه خونه درختی کوچولو شد چسروم. آگردی بچه توی این ویدیو شاید من ادیت زیاد بکنم. اوکی هست سگمو ببینید غذا میخواد. به هیچی من گوش استفاده نمیکنم. گوش نمیکنم. حرامه. خیلی خب 12 دقیقه شده ویدیو. جون 12 دقیقه بریم ببینیم چی کارا میشه کرد. نه هنو روش نکنم. خیلی خب بذار بریم چیز کنیم بریم یه کارایی بکنیم احتمالا سری بعدیش هم این دسته بذارم. اوکی توی این سری میخواییم ببینیم چه وسیله‌ای میتونیم بسازیم و یکم بریم توپ بکنیم که بریم کنیم. و اگه شد یه خونه مهمانانه برای این قسمت رو بسازیم. حالا بزن اول خونه مهمانانه همونو بسازیم. یعنی تو این خونه فقط مهمون ها میان. مهمانی یعنی اصلا یکی که اومد مثلا میخواست سری ماینکرافت بازی کنه. آره اینجا رو اول باید پوشش بدیم. اینجا رو کلیپر زده خرابکاری کرده. باید یکم دور از خونه ما باشه دیگه مثلا آرامش داشته باشه. بامباتو بده. باشه سر جالب فکت جالب بگم اینکه این سنگ ها خیلی سنگای خوشگلی میشن. یه کارو کاری اگه میخواید میگم که کار باید بکنید الان کانتورم بگید. ولی من تو چت خیلی دوست دارم چت بنویسم. یعنی اصلا چت ننوشتم. من همین میگم رو اینجا چی میزنیم یکی نمیدونم مطمئنم همین میگن که این چیز میزنیم. نشه اینجوری نیست. نشه این سنگا رو از کجا آوردم.
یه ردیف دیگه میبریم بالا، دیگه نمیبرم بالا دیگه. مهمون مثلا تو بعد خودم بهتر باشه که خونه نمیشه. اینم از خانه مهمون. حال ندارم خیلی برای خونه خودم، خیلی حال داشتم نمیدونم چرا. اوکی بایستادیم. یکی داره خونمونو در میزنه، خدا میدونه که کیه، خدا میدونه که کیه. خب بریم داره خونه مهمونمونو بسازیم. خانه مهمان، خانه مهمان. سنگ کم آوردیم. کارتو بعدی کامل. خب بریم اول آرمین، چون اینجاست من میخوام خونه درختی اونم به آرمین نشون بدم. آرمین خونه درختی هم که همش فقط چسترومزه که آره گلاشم بشه. مثلا این بار مخالف هم باشن، فکت و رازهایی داشته باشه. آره این راز. ولی خب آقا رادین مهندس چرا که در اینا رو باکنه؟ در اینا رو میشه در اینا میشه. خیلی خوب. چرا من صلیب طوری کار کردم؟ اینجا صلیبه اینجا صلیبه، یعنی چی؟ صلیب بازیه. خب رامتین امروز ما باید برات خونه بسازیم. تا کاری که میتونیم الان بکنیم همینه. میشه نظرشون پارت بعدی چون مرسی برای این ویدیو و تا فیلم های بعد. خدا نگهدار.